بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله آقای انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در موقعی که کسی به ما توهین بکنه به داد ما میرسید آقا رسول. خواهش میکنم آقا ما رو شرمنده میکنن اینا، واقعا ما رو شرمنده میکنن آقای انصاری عزیز. الله تعالی. والله ما خدمتش کردم، من خانم بچه‌ها اینجا جلو تلویزیون نشسته بودن، باور کن مردم الله اینا دروغ میگن، اینا مسلمان نیست، دین نداره، اینا علی رو میشناسن، اینا امام حسین میشناسن، الله مستعان، اینا امام حسین میشناسن، الله اینا زین العابدین میشناسن، اینا ائمه رو میشناسن، اینا اهل بیت پیغمبر میشناسن، اینا رسول گرامی اسلام میشناسن. چی میدونن از دین؟ والله این شعر هماتی کرده بودم در بحث رسول گرامی اسلام. بفرمایید. بخواستم برای تلطیف رویت میکنم مولد من متأثر شده بود. آقا خواهش میکنم. خدا رفتشون کنه، آقا خدا هدایتشون میده. ما مسلمان بودیم، ما بندی خدایی، ما برای خدای مسلم برمیگردیم، پیرو نبی اکرمیم. همونی که شما فرمودید اهل بیت ایشون که دوستانش رو بشتن ایمانش کامل نیست. اینا چی میگن؟ من نمیفهمم. خدا شرمندم. مقلده حضرت زهرا، خدا مقلده. الله مستعان. دیگه خودتون توضیح دادید بعد کافی رو که به هر حال حضرت زهرا خوب امام حسین خوبه، امام حسین هم میخوان قبله کنن حرم و تحریم شما میکنید شما گویید دیگه. پس بکنم حضرت زهرا خدا را مفریده دیگه، همچین حالتی میشه دیگه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر. اما آقای انصاری به ارواح شما صبرتون فکر کنم با حضرت علی و قوم خویشی دارید. بفرمایید. ما خاک پای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستیم. الله متعال بزرگترین آرزوی ما این است که با علی و آل علی و با اصحاب پیامبر الله سبحانه و تعالی ما رو در زمره اونها محشور بکنه. دقیقا من یه شعر از بزرگوار حافظ عبدالرحمن که این آقایون کتابشو با انبار یه موقع برمی داشتن. حافظ عبدالرحمن میفرماد در وصف سید انبیا: آن سیه شده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با او. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. روی خوب است و کمال و هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با او. خال مشکین که بدان عارض گندمگونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با او. دلبرم عزم سفر کرد خدا را یارا، چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. باقی نکته توان گفت کان سنگین دل، کش ما را و دمی سبت مریم با اوست. حافظ از معتقدان از گرامی داشت، زن که بخشایش بس روح مکرم با اوست. خدا ما رو ببخشه، خدا ما رو هدایت کنه، خدا ما رو هدایت کنه. آمین آمین. خدا به شما صبر بده آقای. آمین. تشکر از شما. تشکر. آقای دهقانم همه سلامت باشید. تشکر وقتتون بدید. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.